سالهای سال شد که عمر ما تو داورگی تر شد در مهاجرت. بله سید. حالی هم خدمت برادران تقدیم میکنیم. قطعه شعری است که در رابطه با مهاجرت و آوارگی خوانده شده. بشه. بنده سید شیرآقا از اولیاتوی جاغوری، انجینر صاحب هم از سنگ ماشه جاغوری خدمت برادران تقدیم میکنیم. امروز تاریخ 23/9/2012 می باشد. با احترام. آخ مرا آوارگی پیرم نموده، مرا در بند و زنجیرم نموده، مرا در بند و زنجیرم نموده. آخ فراقی دوری ما در زیکسو، مرا چون سخت و دلگیرم نموده، مرا چون سخت و دلگیرم نموده. آخ همین آوارگی بیچارگی ها، دو چشمم تار و گشتارم نموده، دو چشمم تار و گشتارم نموده. آخ مرا آوارگی پیرم نموده، مرا در بند و زنجیرم نموده، مرا در بند و زنجیرم نموده. آخ چونین زخمی زبانی اجنبی ها، مرا چون سخت و دلگیرم نموده، مرا چون سخت و دلگیرم نموده. خوش شده چند سال که آوار وطنم، بدور از قوم و خویشوم جوار خو، بدور از قوم و خویشوم جوار خو. کاشکی جنگا شوه گوم از وطن ما، که پس باریم در سری کشت و کار خو، که پس باریم در سری کشت و کار خو. یادش بخیر. آخ مرا آوارگی پیرم نموده، مرا در بند و زنجیرم نموده، مرا در بند و زنجیرم نموده، مرا در بند